الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله تعالی می فرماید کاری نیکو کنید تا رستگار شوید. سوره حج آیت 77. از ابن عمر رضی الله عنه روایت شده که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود مسلمان برادری مسلمان است، بر او ظلم نمی کند و او را به دشمنش تسلیم نمی نماید. کسی که در صدد یعنی نیت برآوردن حاجت برادرش باشد، الله تعالی در صدد برآورده ساختن حاجت اوست. و کسی که گره کار مسلمان را بکشاید، الله بر عوض آن در قیامت مشکلی از مشکلاتش را میکشاید. و کسی که عیب مسلمان را بپوشد، خداوند در روز قیامت عیب او را میپوشاند. کتاب ریاض الصالحین، حدیث تحت رقم 244.